علامت ایمان دوست داشتن وطن است. وطن مون دوست می‌داریم، وطن مون احترام میکنیم، برای وطن مون بهبودی میاریم. اون کسانی که در این وطن ما زندگی میکنن نیکخواه اونها هستیم. برای من این یکون جای غلطش نیست. دادار عزیز، السلام علیکم حاجی داملا. من یک کارمند شعبه داخله هستم. 5 وقت نمازم را، یعنی ملیسه هستم، 5 وقت نمازم را میخوانم. جمعه را وابسته به حالتهای کاری هم هست. از نصیحتهای شما خوشنود هستیم. یک سوال دارم. ما بعد شب زنهای بی ترتیب را و مردهای اوباش را از راهها دستگیر کرده به ملیسه خانه میاریم. آیا این کار ما نیز ثواب دارد یا که آنها را خانه هاشان بریم؟ نه، همان ملیسه خانه بریم. اونا خانه را ارزنده نیستند. آن کسی که کوچه را بی ترتیب میکند، آن کسی که تأثیرش گویم خصلت‌های ناخوب او در جامعه اینقدر ضرر کلان میارد، وای ارزنده عذاب و شکنجه را دارد. برای همین برادر عزیز، اولا خوش به حال تو که هم کاری حکومت و هم کاری وطنداری تا به جا میاری، هم در برابر این عبادت خدا را میکنی. خوش به حال. فراموش نکنید برادرای عزیز، هر کی در هر جایی که کار میکند وای بنده خداست. در برابر کار باید بندگی خدا ادا شود. هیچ کار باید پیش عبادت ما و شما را نگیرد. بگذار برادرای عزیز کار کنین، مهنت کنین، آباد کنین، حمایه کنین، حفظ کنین وطن را، لیکن در برابر این ساعت عبادت خدا باید فراموش نشود. بهترین عمل است وقتی که تو یک دختری بی ترتیب یا یک مرد اوباش را از راه میداری، آورده مثال برای او مصلحت های مفید میدهی. اگر خانه هم که برای با پدر و مادری و اگر صحبت کنی، خوش به حالت برادر عزیز. من بسیار منتدار هستم. من خیلی امروزا میشنوم که برادرایی که در امنیت و در داخله و در سوت و پروکراتوره هایی که کار میکنن باز در برابر این نماز میخوانند. به خدا خوش به حالتان، خوش به حالتان. شما ان شاء الله برد میکنین، هم اینجا را آباد میکنین، هم آخرتتان آباد است. خوش به حال همه شما. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یک سوال دارم، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. من در خانه‌مان کاری ساختمانی دارم. یک روز مرا پدرم یک کار فرمود، من باشم با پدرم نگاه کرده گفتم حاضر برادرم می آید کار را سر میکنیم. پدرم به من گفت طرف من نگاه نکن، در چشمت فلان کنم. و باز مرا چند دشنامه‌های قبیح داد و مرا گفت که تو حرامی هستی. بعد من به پدرم گفتم که اگر من حرامی باشم خیر مرا آق کن. پدرم به من گشته گفت آقت کردم، رو کجایی که میروی. از شما خواهش میکنم اکای حاجی میرزا، آیا من آقی پدر شدم؟ در حقیقت در حق من و پدرم دعای نیک کن. از این کار 3 نماز جمعه گذشت، من و پدرم نمازخوان هستیم. جوابش را در مسجد شما انتظار هستیم. ان شاء الله دادر عزیز، شما آق شدگی نیستین، آق خودش تی است. اما پدر و مادری که فرزند آق میکنین کمتر فکر نمیکنین از آینده فرزند. وقتی که وای آق کردی در مردم ما همین است که آق که کرد تمام، دیگر من هر چی که کردم همش بیهوده است. مثلا دیگر برای من مسجد نماز چی در کار کن؟ راهی دیگر همون میخانه و راه دزدی و راهزنی را برای خود اختیار میکنم، برای که دنیای من سوخت. مثلا همین است. شما چه خیل پدر هستین، چه خیل مادر هستین؟ آیا راه تربیه همین است؟ این راه تربیه نیست. بگذار فرزند نافرمانی میکند، به عقلی میکند، نادرست رفتار میکند و یا با طریق مصلحت درست کردن ممکن است. لیکن عاق کردن این وظیفه ما و شما پدرها و مادرها نیست. عاق نکنین دادرای عزیز. عاق افسوس که اکنون عاق شما اول یک خیلش عاق میکند در یک مسئله که برای دنیاش است. تو یگان تد عاق که فرزند مسجد نرفتنده، بچه مسجد نمیره، عاقد میکنم، در عمر در زبانت نمیاری. برای خاطر اسلام هیچ وقت تو مثال نمیاری که من مثال بچم عاقد میکنم اگر نماز نخوانی، بچم عاقد میکنم اگر سرت نمیپشانی. این ده نمیگوی. لیکن برای یک کار دنیا یا برای ساختمان یا برای که یک پدر بچه‌ش گفته است برای من سیگارت بخر، گفته است که نه سیگارت نمیخرم.
گفته است که نخری بچم عاقب کردم. آقا قسمی این بازی از باور کن، پیش از آنی که خودت عاق میکنی خودت عاق میشه به خدا. این چی کار از خودش؟ اسلام مسخره نیست که آخه عاق کردن درست نیست. عاق نکنین، تربیه کنین. دادر عزیز شما عاق نشدیم، انشاءالله توبه کنیم به سوی خدا و این پدرم توبه کند، خدا میبخشتون. لیکن دادرای عزیز نسبت پدر و مادر احترامی بلند داشته باشید، بسیار احترامی بلند. السلام علیکم حاجی محترم، یک سوال دارم. من در دیه زندگی میکنم. وقتی که توی شد در خانه ما سرداران دیه مرا مجبور دارن که رقص و بازی تشکیل کن. من آنها را گوش نکردم، من را هر خیل تهدید کردند. من پند و نصیحت هم در توی نکردم، لیکن آنها را دعوت کردم نه آمدند. الحال ملال هستند، چیکار کنم؟ از آنها عذرخواهی کنم یا نکنم؟ مسلمانی ساده، آدمی که بزید دین تو مبارزه میبره، مرا وجدانم آزاده، توی دارم، هر خیلی خواهم توی ما میگذرانم. برای ما سردار دیه حکم کردن نمیتواند که تو توی ده برقص و بازی کن. رقص میکنی، بازی میکنی، هندو میاری، امریکایی میاری، خانه خودت خودت حکمرانی، خانه ما ده خودم حکمرانم. تو چیکار داری به من؟ چه حق داری تو؟ بچه من است، دختر من است، به خیلی حالتهای وضعی تربیهشان کردم، هر خیلی خواهم هم خیلی جوابش میگم. همین خیلی آزادی خدا برای ما و شما موفق کرده است، داد است. تا جایی که کمک کنیم، تا جایی که مثال ما و شما مردم از راههای نادرست برگردانیم، برعکس تشویق میکنیم. نه گناهگار میشین دو درست. او گناهگار است، پیش او کجا میروی تو؟ سلام علیکم اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گوید. آدم قهری است، نماز میخواند، نماز او قبول میشود یا نه؟ نمازش قبول میشود لیکن اجر پاداش ندارد. آدمی که با یک برادرش قهری میکنه، با اینا به نزدیکی ماه رمضان میآید، خداوند هم گناه همه انسان میبخشد مگر شخصانی که بین یکدیگر قهری داشته باشد. برای همین قهری نکنید دادرای عزیز. در مسئله ما از شما همین است که یک جمعه در باب جمال دیدار پروردگار صحبت میکردیم. انشاءالله خدا خواسته باشد این جمال دیدار پروردگار یکان جمعه میبخشیم. خدا خواسته باشد چگونه بنده مسلمان به دیدار پروردگارش روی برو میشود. خیلی نعمت خیلی بلند است که وقتی بنده با پروردگار رو برو میشود. استعمال کردن نوع سیگارت طهارت را میشکند. در آخر در حق ما مخلصان دعا کنین. من سوال اول جواب گفته بودم، میتونین از اونجا شما این جواب بگیرید. السلام علیکم داملا، شما در یکی از صحبت ها گفتید که برای روزه های ماه رجب هیچ دلیل وجود ندارد، ولی وقتی که ما بر ریاض الصالحین نظر کردیم در آنجا حدیث صحیح پیدا کردیم با روایت امام ابو داود که در آن رسول اکرم بر روزه گرفتن در این ماه توصیه دادند. راوی این حدیث که راوی میگوید که رسول الله 3 بار این سخن را تکرار کردند. میتوان متن پره حدیث را در کتاب نامبر شده بخوانید. آیا این حدیث دلیل شدن نمیتواند؟ سوال فوری است. دادر عزیز، در ریاض الصالحین بالکل وجود ندارد. این تهمت نکن که در باب ماه رجب حدیث باشد که پیغمبر 3 بار ما را توصیه به گرفتن داده باشد، قطعیاً وجود ندارد. تو تهمت میکنی. و این خاطر تو اگر بسیار خوب میشد رقم حدیث همه نویساندی، من در بین مردم میخواندم. برادر عزیز، من برای شما گفتم اگر دلیل هست، حجت هست، بیان کن. نام کتاب، رقم حدیث، در کدام صحاح 6 وجود دارد، من در بین مردم خوانده دهم. تا حال من از قولم بر نمیگردم. من گفتم ماه رجب دلیل ندارد، دلیل ندارد، تمام دیگر.
داری دلیل حجت داری رقم کتابش معین کو والله که در بین مردم میخوانم لیکن نداری برادر عزیز و این حدیث بالکل وجود نداره در ریاض الصالحین. خب آخران سوال میخوانیم. حضرت التماس مسجد زیر را نصیحت کنید تا خاموش گوش کنند. مراد از اهل نمازگزاران تهخانه است. خدا حافظ شما. برادرایی که در تهخانه میخوانند از اونجا البته کمی گپزنی ها کردن، در حالت صحبت سخنرانی نکنید دادر عزیز. با دقت گوش اندازیم. به خدا هر چی میگم برای فایده شما میگویم. هر چی میگویم والله که از سوز دل میگویم. هر چی میگویم برای بهبودی میگویم. و الا من نمیتونم مثل دیگر بعض شخصیت ها خاموشی را برای خود اختیار کنیم چیزی نگویم، لیکن این برای خود جنایت میشمارم، بلکه به سمع شما میرسانم هر چیزی که حقیقتش است. میدانم حقیقت تلخ است، بسیاری کسا را نمیخورد، لیکن چیکار کنیم که ما مسئولیم، مسئولیت دارم. فردا از این ما را الله میپرسد. میکروفون دادیم، مسجد دادیم، معرکه های مردم خوردی، پول مردم گرفتی، آیا سخن حق به گوش مردم رسانیدی یا نرسانیدی؟ آیا این سله و کله و این جیلک و این منصب و این محراب برای چی استفاده بردی؟ برای راحت و یا برای بهبودی دین اسلام؟ برای چی استفاده بردی؟ والله که این سوال از پیشواها در روز قیامت می شود. و این خاطر هر چیزی که میگویم گوش اندازید. حقیقت دارد برادرای عزیز، هیچ کدامش سخن خودم نیست. هر چی میگویم در زیرش برای شما آیت قرآن، حدیث رسول اکرم حتمی وجود دارد. دعا کنید حاجی مظفر